امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حکومتوف میرزوشو با سبب بنفقه برآمدن از وظیفه دیرکتور گنرالی مؤسسه دولتی مجموع مهمانخانه‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 ینوار سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شریفزاده فرنگیز شریف با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 ینوار سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشیدزاده کامران جمشید معاون یکم دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 ینوار سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده پرویز سعدالله معاون دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 ینوار سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نظیرزاده نکروز سبزعلی دیرکتور گنرالی مؤسسه دولتی مجموع مهمانخانه‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 ینوار سال 2026